مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک پروژه‌ای رو برای دسترسی تمام مردم جهان به اینترنت تا سال 2020 با همکاری سازمان بنوان آغاز کرده. زاکربرگ طی سخنرانیش در مقر سازمان ملل اعلام کرد که دسترسی به اینترنت برای بشریت یکی از ضروریاتی است که به شدت در حال پیگیری آن هستیم. مارک با خواندن بیانیه کانکتیویتی دیکلریشن از جامعه جهانی خواست تا اقداماتی برای دسترسی تمام مردم جهان به اینترنت انجام دهند. ملیندا و بیل گیتس، جیمی ویلز از مؤسسان ویکی‌پدیا و چند نفر دیگر هم این بیانیه را امضا کردند. او در این سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که اکنون نیمی از مردم جهان به اینترنت دسترسی ندارند و این مشکل به ضرر تمام دنیاست. مؤسس فیسبوک به سفری که به اروپا داشته و تبعیض‌های دنیای امروزی اشاره کرد. وی گفت در حالی که مردمان برخی از مناطق دنیا حتی برق هم ندارند، در جای دیگری از همین کره خاکی کشاورزان آفریقایی برای کشت محصول، زنان آمریکای جنوبی برای دانستنی‌های سلامتی و یا پناهندگان اروپایی برای برقراری ارتباط با خانواده‌شان از اینترنت استفاده می‌کنند. طبق آمار مارک در برخی از نقاط دنیا مردم حتی از داشتن برق هم محرومند و از هر 10 نفر 9 نفر از حداقل امکانات زندگی امروزی برخوردار نیستند و بیشترین تمرکز این پروژه جدید هم بر روی همین مناطق است و این مهمترین چالش پیش رو تا سال 2020 است. زاکربرگ برای این خواستش از رؤسای جمهور کشورها کمک خواسته و قول داده که این کمپین رو به صورت رسمی از فیسبوکش آغاز میکنه. با اینکه تصور میکنیم اینترنت کل جهان رو در بر گرفته، اما جالبه که بدونید تنها 35% از مردم کل جهان به اینترنت دسترسی دارن. ممنون از اینکه با من حسین عالیان در این گزارش همراه